نوای نی. مشتاقان مولانا را مژده باد که هر هفته از کتاب مثنوی معنوی گوهرهایی به ارمغان خواهیم آورد و در دید گوهرشناسان قرار خواهیم داد و با بیان بعضی از داستانهای مثنوی این گنجینه فناناپذیر عرفان و نیز شرح مختصری در پیرامون آن شیفتگان حقیقت و جویندگان معرفت را در جذبه و شوق فرو خواهیم برد تا در این ژرف دریای ناپیدا کران به شناوری پردازیم عجایب آن را با چشم دل ببینند و با حیرت نظاره‌گر عظمت معرفت پروردگار گردند. و این است کمال تسبیح انسان در پیشگاه پروردگار، انسانی که عاشق است و پاک باخته و خانه دل را به عشق حق پرداخته. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند که از نگستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. نوای نی در حقیقت نوایی است که از نای عاشق دلسوخته‌ای برمی‌خیزد، عاشقی که به سودای معشوق در خرمن هستی شرر افکنده و تر و خشک تعلق را یک جا
به یاد معبود ارسطی به خاکستری مبدل کرده است. لیکن آنچنان خاکستری که آینه دل را جلا می‌دهد و صفحه ضمیر را صفا می‌بخشد. نوای نی نوای خسته جانی است که در جستجوی همدردی از عمق جان برمیخیزد، همدردی که از عشق داغ‌ها بر دل داشته باشد و شررها بر جان، همدردی که سینه‌اش از درد فراق شرح شده و مصحف دلش از تند باد ناصبوری اوراق گردیده باشد و او نیز در جستجوی یاری هم زبان و هم دل به طلب برخاسته و در محفل دل نشسته باشد. آری، مولانا در جستجوی همدردی است که با او از درد سخن گفته و از درمان گفتگویی به میان آورد. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، وز درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آری، نوای نی ناله اسیر دردمندی است که در زندان خاک و در قفس تن به بند کشیده شده و در هوای وطن مألوف می‌نالد و موی کنان و موی کنان از غم دل می‌گوید و شرح اشتیاق خود را با همدردان در میان می‌نهد و در جمع دردمندان عشق زمزمه می‌کند. بلکه در هر محفلی همچون شمعی پروانگان را به گرد خود فرا می‌خواند و در آتش عشقی که سراپای وجودش را در بر گرفته و پیوسته از تیرگی جسمش کاسته و بر روشنی جانش می‌آید، خامان را به نیم سوخته‌ای بدل می‌کند و نیم سوختگان را به سوختگان، تا همچون خود در محفلی دیگر مشعل عشق را برافروزند و از نو نوای عاشقی ساز کنند و پیوسته بسیط خاک بلکه گنبد افلاک را از زمزمه عشق پرتنین سازند. باری مولانا این سوخت جانی که از نای خویش در خرمن هستی آتش افکنده است چنین می‌گوید: آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر می فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند.
در حقیقت مولانا با نوای نی پرده های خود را برمی‌درد و راز عاشقان سوخت جانی همچون خود را برملا ساخته و چنین می‌گوید: دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهاست در لب‌های وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های و هویی در فکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، کین فغان این سری هم زان سر است. دمدمه این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. آری آنگاه که روح وارسته انسان متعالی مؤانس و مجالس پروردگار گردید و به خلق و خوی خدایی آراسته شد و با بیان دیگر خداگونه گشت، از خواسته های محدود نفسانی برتر آمده و در او حقایق عرفانی و لطائف ربانی متجلی می گردد. دیگر نهایت آمالش آب و نان نیست که به دل و جان زنده است و تنها از مقوله مادیات سخن بر لب نمی آورد که معنویات او را از استغنای کامل برخوردار ساخته است. آری آنکه از باطل گسسته و به حق پیوسته، آنچه در دل دارد حق است و آنچه بر زبان میراند حق، دستش در خدمت حق است و پایش در جهت حق، کلامش کلام حق است و پیامش پیام حق. در وجود او جز حق نتوان یافت و از او فعلی ناحق صادر نشود، زیرا وسیله است در دست قدرت پروردگار و به قول مولانا همچون قلمی است در میان انگشتان صنع پروردگار و مجری مشیت حکیمانه او.
دیگران تنها او را می بینند و پیوند او را با حق نمی بینند و کلام او را می شنوند، لیکن آن نایی را که در این نای می دمد نتوانند. و چرا باید چنین بودن؟ مولانا خود بدین سؤال پاسخ می گوید: لیک داند هر که او را منظر است، که نوای این سری هم زان سر است. یعنی هر کس صاحب نظر بوده و چشم جانش باز باشد، می تواند از منظر دل نظر بیفکند و نایی مطلق را که در نای عارفی وارسته می دمد بنگرد و این همه های و هو را از جانب او بداند. آری، دمدمه این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست.
لیکن سخن اینجاست که چگونه میتوان او را با چشم دل دید و با تمام وجود به تماشای او نشست. مولانا میگوید باید از سر عقل و خرد برخاست و در محفل دل به خلوت نشست. گوش ظاهر را از شنیدن الفاظی که ناقل معنا نیستند بربست و برای درک این حقیقت متعالی گوش جان را برگشود. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. آری آنجا که روح هستی تجلی می کند و از حق سخن می گوید باید سراپا گوش بود. آنجا که آن کان گوهر به درخشانی می پردازد همان بهتر که خاموش نشست و از جلوه یار و شیرینی گفتار دامان اندیشه را رها کرده و مدهوش افتاد تا از حقیقت توان تلخی بربست و با شاهد معنا لحظه به خلوت نشست. گر نبودی ناله می را ثمر نی جهان را پر نکردی از شکر. آری همچنان که پیوستن نای بر لبهای نایی شور و نوا می آفریند و ره گذران را از خود بی خود می سازد، پیوستن عارف به پروردگار و مرتبط شدن این نای با آن نایی مطلق گنبد افلاک را از نوای عشق پرتنین می سازد و شیفتگان معشوق ازلی را دامان صبر و قرار از کف می رو باید. زمام اختیارشان را از دست عقل خودبین باز می ستاند و آنان را مجذوبانه به وجد و سماع می کشاند. آنچنان که در محفل انس خود را در میانه نمی بینند و جز وصال معشوق الستی آرزویی نمی کنند. بقای خود را در فنا شدن در معشوق می بینند و فنای خود را در ماندن در بقای محدود خود می نگرند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها
که جز ماهی ز آبش پیش آمده هر که پیروزی روزش شد عاشقان شیفته جان مجذوبانه در دریای بیکران هستی همچون ماهی به طلب برمیخیزند و به حیرت نظاره‌گر عجایب معرفت پروردگار میشوند و به پنداری که آنان را از هر طرف در بر گرفته است همچون آبی که ماهیان را احاطه کرده بسنده نتوانند کرد و پسندیده آن بینند که در محیط ناپیدا کران به طلب برخیزند. چشم سر بربندند و چشم سر بگشایند و گوهر معرفت را از ژرفای این قلزم طوفان‌زا به چنگ آورند. آنسان که مولانا میگوید آب کم جو تشنگی آور به دست، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. لیکن تنگ نظران فرومایه که گوهر حقیقت را در نظرشان اعتباری نیست و جز خزف را در مقیاس محدودشان مقداری نیست در خود کمبودی احساس نمی کنند تا رنج طلب را بر خود هموار سازند. لذا از مائده آسمانی محروم مانده و به واپس مانده زمینی اکتفا می کنند. جان و دل را از غذای معنوی و در نتیجه رشد و کمال باز می دارند و تنها به پرورش جسم می پردازند. جسمی که محکوم به فناست و بی خبر از آیین بقا، جسمی که در محدوده عالم ماده به زندان است و اجزایش در تغییر و تحول عالم کون و فساد سرگردان. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزی است روزش دیر شد. و هزاران افسوس بر بیخبرانی که روزشان به شب گراید و روزگارشان به پایان رسد و همچنان در تنگنای عالم بیخبری گرفتار باشند و در صحرای سرگردانی و بیدای وحشت سیه روزگار به سر برند.